کسایی که از بیرون در وطن عودت میکنند همراه از اینا باید همکاری همه جانبه صورت بگیره. 140,000 جریب زمین تا حال در این شهرک ها اختصاص داده شده است. کسایی که در وطن می آیند اگر تعداد اعضای فامیل اونها تا به 5 نفر بود 5 بسوه زمین و اگر از 5 اضافه تر بود تا 10 بود در اون صورت 10 بسوه زمین برای هر مهاجر در ولایت مربوطه خودشان این زمین داده می شود. هر کس هر همکاری را که کده می تواند باید با برادران و خواهران خود انجام بدهند. بسم الله الرحمن الرحیم. تنها از مسیر اسلام قلعه روزانه بیشتر از 30,000 نفر در داخل افغانستان عودت می کنند و از طریق پل ابریشم هم بیشتر از 10,000 نفر شبانه روزی در داخل افغانستان می آیند. در امی 1 ماه اخیر در حدود بیشتر از 500,000 نفر مهاجر از ایران به وطن برگشتند. در مجموع در امی سالهای اخیر بیشتر از 2 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان و از دیگر کشورها به افغانستان عودت نمودند و یا به شکل اجباری اخراج شدند. بر شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی افغانستان در این راستا همیشه متوجه بوده. با توجه خاص جناب امیر المؤمنین حفظه الله رئیس الوزراء صاحب، همه اعضای کابینه و همه اعضای کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین و کمیته های مختلف شب و روز اینها با کسایی که به وطن عودت میکنند و یا به شکل اجباری اخراج میشوند ارائه خدمات صورت میگیرد. وقتی که آمدن مهاجرین به شکل وسیع از طرف ایران شروع شد، واقعا یک حالت خیلی به خاطر از اینکه یک دم بیشتر از 30,000 35,000 نفر به 3.5 ساعت به 400 بس یک دم آورده می شدند به دروازه اعلام می شدند. ایتون نبود که به شکل تدریجی اینا بیایند، نه، تنها از اسلام قلعه 400 4.5 ساعت بس های بزرگ که دیگه بیشتر از 30,000 35,000 نفر دو جا داشت، همه را می آوردند یک جای اعلام می کردند. رسیدگی به این قدر نفر واقعا مشکلات خود داشت. در این اواخر ما خودم رفتم در ولایت هرات در اسلام قلعه وضعیت از نزدیک دیدم. هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف، از طرف کمیته های مختلف امارت اسلامی افغانستان در اونجا خدمات ارائه می شد، ایرا هم از نزدیک ما بررسی کردم و وضعیت مهاجرینی که می آمدند اونا را هم دیدم و همچنان با ولایت نیمروز در پل ابریشم در اونجا هم رفتم. از نزدیک هر دو مسائل، هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف اماراتی صورت می گرفت و هم وضعیت مهاجرینی که اونا به چه حالت قرار دارند او را از نزدیک مشاهده کردم. واقعا وضعیت کسایی که از او طرف می آیند بسیار مشکلات های را اونا هر یک داستان مختلف را اونا بیان می کنند. در مسیر راه در اردوگاه ها همراهشان رفتار صحیح صورت نگرفته و همچنان از طرف بعض اهالی هم بعض حقوقشان در اونجا تلف شده. هر یک داستان مختلف را بیان میکردند و در اونجا به اداراتی که خدمات ارائه میکردند ما وضعیت دیدم نسبت به تعداد مهاجرین تعداد کافی نبود. ما از مرکز از ادارات مختلف
هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست. خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد. و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند، از طرف امارات اسلامی افغانستان در بخش‌های مختلف برای آنها ارائه خدمات صورت می‌گیرد. از قبیل استقبال و ثبت است. هر وطندار ما که در داخل افغانستان تشریف می‌آورد، در قدم اول اونا استقبال می‌شوند اونجا و اونا ثبت دیتابیس می‌شوند تا همراه ما در اینجا ثبت باشد. در آینده دیگه حقوقی که برای از اونها در آینده داده می شود به اساس از او ارائه شود. و همچنان در بخش اسکان موقت، کسایی که در اونجا بر یک شبانه روز یا بر چند ساعت در اونجا منتظر میمانند، بر از اینا در اونجا خیمه، جای بود و باش، این چیزا، مسائل دیگه ضروریات در اونجا ارائه می شود. و همچنان برای از اونها خدمات تهیه آب آشامیدنی است یا غذا هست، ارائه خدمات صحی است، توزیع سیم کارت است. این موضوعات هم از طرف یک کمیته خاص، یک هیئت خاص برای هموطنان عزیز ما ارائه می شود. و همچنان یک کمیته دیگر هم در بخش توزیع کمک های نقدی در اونجا مکلفیت دارد. برای هر فامیلی که اگر دارای 3 نفر بود 6000 افغانی، اگر 4 نفر بود 8000، اگر 5 نفر بود 10000 افغانی، یعنی فی نفر 2000 افغانی همراه هر هموطن عزیز ما در اونجا کمک نقدی صورت میگیرد. و دیگر خدمتی که برای هموطنان عزیز ما صورت میگیرد اونجا مسئله ترانسپورتیشن است. از امور نقطه تا به ولایت مربوطهشان یک کمیته در این راستا وظیفه دارد، کمیته ترانسپورت. از امون نقطه گرفته تا به ولایات مربوطهشان به شکل مجانی، به شکل مفت از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت میگیرد. و این خدماتی است که در امی به شکل مقطعی کسایی که در وطن می آیند در امی نقطه همراه هموطنان عزیز ما صورت میگیرد. و بعض خدمات دیگر هم است که بعد از این همراه از اونا صورت میگیرد. یکی در عرصه تعلیم و تربیه هست. جوانای عزیزی که در اونجا، مثلا اطفال عزیزی که در اونجا درس میخواندن، در وسط سال درسای از اونا خراب شده است. در اونجا وقتی که فرمی که برای از اونا داده می شود، در امو فرم متعلمین، تعداد متعلمین یا در کدام صنوف اینا درس میخوانند اینا درج می شود. باز در آینده به اساس از او در داخل افغانستان وزارت محترم تعلیم و تربیه، وزارت تحصیلات عالی و ریاست تعلیمات تکنیکی و مسلکی اینا مکلفیت دارند بر اساس او شاگردان را به امو صنوف مربوطهشان جابجا بسازند برای از اونها تعلیم و تربیه ادامه پیدا بکند. و یک کمیته دیگر هم درباره اشتغال زایی و درباره ارائه کسب و کار در اونجا مکلفیت دارد تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی. اونا هم هر کسی که در اینجا داخل می آید در امو فرمایی هم نوشته می شود که اینا در چی مسلک مهارت دارند، سویه تعلیمی از اینا به کدام مستوی است و در کدام کار در اونجا انجام می دادند. بعدا در داخل افغانستان هم در ادارات حکومتی و هم در بخش سکتورهای خصوصی کوشش صورت میگیرد که برای از اینها اشتغال زایی در داخل افغانستان صورت بگیرد. و تعداد بزرگی از صنعتکارای ما هم در هرات هم در مرکز همراه ما وعده کردند که ما انشالله کوشش میکنیم در فابریکجات برای هموطنان عزیز ما که در داخل کشور می آیند برای از اینها اشتغال زایی کنیم.
و یک بخش دیگر هم مسئله اجاره دهی زمین است. این کمیته تحت سرپرستی وزارت محترم زراعت و آبیاری در اونجا صورت میگیره. اینا مکلفیت دارند برای کسایی که در داخل کشور عودت میکنند زمین ها را به قیمت مناسب به اجاره بدهند تا اینکه در بخش زراعت، در بخش مالداری اینا از او استفاده بکنند. و یک بخش دیگر هم که برای مهاجرین، برای هموطنان عزیز ما صورت میگیره مسئله اسکان دائمی است، یعنی توزیع یک نمره زمین برای مستحقین است، کسایی که مستحق شناخته شوند، به این معنا که در داخل وطن اونا خانه و کاشانه نداشته باشند. اگر تعداد اعضای فامیل اونها تا به 5 نفر بود 5 بسوه زمین، و اگر از 5 اضافه تر بود تا 10 بود در او صورت 10 بسوه زمین، و اگر از 10 اضافه تر بود در او صورت 15 بسوه زمین همراه از اونا صورت میگیره. البته بعد از این که کسی مستحق شناخته شود، برای مستحق بودن و نبودن هم یک مکانیزم خاص وجود دارد تحت سرپرستی هر والی صاحبا. اونجا قماندانی امنیه، استخبارات، ریاست مهاجرین، ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا مکلفیت دارند در هر ولایت کسایی که در وطن عودت نبودند مستحق بودن از اینا را اونا تشخیص بکنند. بعد از اینکه مستحق بودن از اونا ثابت شد، برای از اونها یک نمره زمین هم برای از اینها همکاری می شود از طرف امارات اسلامی افغانستان. و در این راستا تا حال تخمینا در حدود 35 شهرک برای مهاجرین در 25 ولایت افغانستان تا حال از طرف کمیته اسکان دائمی که تحت سرپرستی وزارت شهرسازی و مسکن است هم سروی و دیزاین و توپوگرافی و خطاندازی صورت گرفته است. در حدود بیشتر از 140,000 جریب زمین تا حال در این شهرک ها اختصاص داده شده است. نظر به تعداد مهاجرین ما میتونیم که در آینده تعداد شهرک ها را باز هم اضافه بکنیم. البته برای هر مهاجر در ولایت مربوطه خودشان این زمین داده می شود. اینطور نیست که از مهاجر از یک ولایت باشه به دیگه ولایت دیگه زمین داده شود. نه، هر کس به مو ولایت مربوطه خودش زمین برای از اونها در نظر گرفته شده است. و همچنان برای اشخاصی که در هموطنان عزیز ما که در کشورهای خارجی، در کشورهای بیرون زندگی دارند، در اونجا فابریکجات و یا شرکت ها تأسیس کردند، اگر اونا بخواهند در داخل افغانستان بیایند به وطن عودت بکنند، بعض تسهیلات ها را برای از اونها هم در نظر گرفته شده است. و در این راستا برای از اونها یکی است که مسئله معافیت مالیاتی تا 5 سال است. تا 5 سال اونا اگر شرکت خود، فابریکجات خود در وطن بیارند در اینجا تأسیس بکنند، در اینجا خدمات ارائه بکنند، با واسطه از این برای جوانان عزیز ما هم اشتغال زایی هم صورت میگیره. در اون صورت اینا تا 5 سال از مالیات معاف می باشند. و دیگه ای است که این صنعتکارا در پارک‌های صنعتی برای از اینها زمین مفت داده می شود. و همچنان در شهرک‌های مهاجرین یا در شهرک‌ها برای از اینها یک خانه هم در نظر گرفته شده است. و میتونن دو موتره که دست افغانستان باشد همراه خود بدون هیچ نوع مالیه همراه خود بیارند. و همچنان اگر فابریکجات خود در داخل افغانستان انتقال بدهند، هیچ نوع مالیه برای از اونها وضع نمی شود. به شکل مجانی میتونند اونا مو فابریکجات خود در داخل افغانستان انتقال بدهند. و همچنان اگر به کدام انجینیر و به کدام اشخاص مسلکی ضرورت داشته باشند از بیرون در اینجا استخدام کنند، برای از اونها هم ویزه 2 ساله
در نظر گرفته شده است و بعض تسهیلات بانکی هم همراه از اونها در نظر گرفته شده است. در بخش معادن هم اگر سرمایه گذاری بکنن در این راستا هم بعض سهولت ها برای از اونها در نظر گرفته شده است. این خدماتی است که از طرف امارات اسلامی افغانستان برای هموطنان عزیز ما، برای برادران و خواهران عزیز ما وقتی که در وطن میآیند صورت میگیره و همچنان از طرف بعض ارگان‌های ملل متحد مثل IOM، یونیسف، یونیسیار و بعض تاجرای ملی ما و در این اواخر شما مشاهده کردین که از طرف همشهریان عزیز هرات ما به ویژه از طرف جوانان خدمات رضاکارانه و خیلی خدمات شایسته همراه هموطنان عزیز ما صورت گرفت. ما از همه از اینها از صمیم قلب تشکری میکنم و یک پیام هم ما به مسئولین جمهوری اسلامی ایران دارم که ما با هم همسایه هستیم. همسایگیتون نیست که یک روزه باشد، ما همیشه با هم در یک خطه زندگی میکنیم. در اینجا مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم باید با مو کسایی که در اردوگاه ها یا در مسیر راه یا دیگه جاها مسئولیت دارن، اگر به اونها یک توجه صورت بگیره تا حقوق اتباع افغانستان یا کسایی که مهاجرین هستند باید حقوق از اینا باید حفظ شود، مراعات شود. ما یکی خود دو کشور اسلامی است، ما حقوق اسلامی هم داریم بر بالای از اینها. اسلام هم در این راستا بسیار تاکید کرده است که باید یک همسایه چقدر حقوق داره. حقوق همسایگی است و حقوق انسانی مهاجرین است، باید در این راستا باید توجه خاص صورت بگیره. البته ما از روزی که آمدن مهاجرین شروع شده است ما با مسئولین جمهوری اسلامی از طریق مراجع دیپلماتیک تماس‌های و زیادی را انجام دادیم، از طریق وزارت خارجه و از طریق والی صاحب هرات در اونجا با والی خراسان با هم نشستی داشتن. همین مسائل همه همراه از اونها مطرح شد و همچنان ما خودم شخصا با سفیر جمهوری اسلامی ایران این موضوعات همه را با تفصیل مطرح کردیم. باید حقوق اتباع افغانستان مراعات شود. خدا نخواسته در مابین دو ملت یک تنافر پیدا نشود. در این راستا باید یک توجه جدی صورت بگیره. ما البته از طریق خود از مراجع مختلف این کار تا حالا انجام دادیم، در آینده هم انشالله این را انجام میدیم. و خواهش ما هم از همه تاجران ملی ما، از همه اهل رسانه ها و از همه وطنداران عزیز خود چی در داخل هستند چی در بیرون هستند همی است که در این شرایط باید هر کس در بخش خود باید کوشش بکند. وضعیت مهاجرین از طریق رسانه های محترم باید همرسانی شود تا ملت ما و شما آگاه شوند و احوال وضعیت از اونها به چه حالت است همه از این وضعیت باید خبر شوند و همچنان علما باید در بخش خود از طریق منابر از طریق مساجد باید در راستا ملت افغانستان آگاه بسازند. باید با مهاجرین کسایی که از بیرون در وطن عودت بکنند همراه از اینا باید همکاری همه جانبه صورت بگیره و از همه هموطنان عزیز ما چی در داخل هستند چی در بیرون هستند از همه خواهش ما همی است که در این طور یک شرایط چی تاجرای ملی ماست هر کس هر همکاری را که کده میتواند باید با برادران و خواهران خود انجام بدهند. درست است ما از طرف خود هر توانمندی که داشته باشیم ما انشالله او را در برابر هموطنان عزیز خود انجام میدهیم، لیکن تا حال از طرف امارات اسلامی افغانستان بیشتر از 3 میلیارد افغانی
در این راستا در بخش‌های مختلف همکاری صورت گرفته است. باز هم برای ما جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله رئیس الوزراء صاحب امی اطمینان دادند که هر چیزی که در توان داریم شما او را دریغ نکنین. گفتن که اگر هلیکوپتر ضرورت می شود، طیاره ضرورت می شود، برای انتقال از اونا در اونجا شما ببرین و هر امکاناتی که ما داریم او را شما به خاطر خدمت هموطنان عزیز ما او را شما قرار بدین. و باز هم خواهش ما از همه هموطنان عزیز ما ای است که در این راستا باید هر کس به اندازه توانمندی خود چی در داخل هستند چی در بیرون هستند در این راستا باید همکاری بکنند.